این مرد یکی از بی‌رحم‌ترین تک‌تیراندازهای دنیاست. اون قبل از اینکه تبدیل بشه به یک آدمکش معلم بوده و به دانش آموزا درس میداده. زمانی که اوکراین اعلام میکنه که روسیه حمله کرده و میفهمه که جنگ شروع شده، مرد سری سوار یه دوچرخه میشه و با سرعت زیاد میره سمت خونش. خونه اون لب مرز. مرد میفهمه که سربازهای روسی زودتر از اون رسیدن و دارن زنش رو میزنن. مرد با سرعت میره سمت سربازهای روسی. مرد از بی‌عرضگی حسابی یک کتک مشتی میخوره. مرد زمانی که از بی‌عرضگی خودش درد میکشه، سرباز روسی نگاهی به اطراف میکنه و فکر میکنه که اینها جاسوسن. یکی از سربازهای روسی آروم آروم نزدیک به کلبه دنجشون میشه تا ببینه که اونا واقعا جاسوس هستن یا نه. سرباز میفهمه که اونها جاسوس نیستن، اما این سرباز روسی خیلی بی‌رحمانه خونه اونها رو آتیش میکشه. سرباز روسی با افتخار از کلبه بیرون میاد و میگه بسه، بزن بریم که بگاشون داریم. تو همین فاصله زن مرد سنگ برمی‌داره و میخواد به سمت سربازهای روسی پرتاب کنه. سربازهای روسی خیلی سریع میفهمن و به اون شلیک میکنن. اونا خیلی سریع اونجا رو ترک میکنن و مرد خیلی آروم میره سمت زنش و میفهمه که اون مرده. تو همین فاصله که مرد داره گریه میکنه، کلبه چوبیشون میسوزه. روز بعد 2 نفر اونها رو پیدا میکنن و به مرد کمک میکنن که همسرش رو خاک کنه. این 2 نفر بعد از خاک کردن همسر این مرد، اونها این مرد رو همراه خودشون به پایگاه میبرن و مرد اونجا یاد میگیره که چجوری یک تک‌تیرانداز ماهر باشه. زمانی که این مرد تبدیل میشه به یکی از بهترین تک‌تیراندازها، اون 2 نفر رو پیدا میکنه و